مردم نه تو پیج من. حالا ان شاءالله یه تیکای از این ویدیو بالاخره بیرون میاد، حتما من برای شما میفرستم. یه زحمت بکشید خودتون برین کامنت هایی که مردم مینویسن رو بخونید. خوش باش با کامنت هایی که تو صفحه نه مینویسن. خوش نیستن. مردم اونا نیستن عزیز من. مردم اونا نیستن. کی هستن مردم؟ مردم 2.5% هستن که به شما حتما رأی دادن تو تهران. 2.5%؟ بله. به شما چند درصد رأی دادن؟ به من 25%. به شما 25% دادن. به من 32% رأی دادن. آمار بگیرید برید درست. آمار عرض میکنم. آمار عرض میکنم. مردم 200,000 نفری 85711 که اصلا این واقعا این سطحی ترین بحثه. موقعی که کم میارید شما آقای زیبا کلام، آقای نمیدونم از بزرگتون زید آبادی، برمیگردید میگه 4% شما باید بدونید چند درصد این مردم شما رو قبول دارن که مردم میکنید. میشه همونی که بهتون رأی دادن. تازه الان اونم کمتر شده، یعنی با این صحبتی که می‌کنید خودت که 14,000 تا حتما 200,000 تا حرف خودت به شما 25% من که نمیدونم به شما 25% رأی دادن. من مطابق آماری که به من رأی دادن حدود 31-2%. باشه 31% از چقدر؟ از چند نفر؟ از همون چقدری که به شما رأی دادن. نه خیر نه فرق میکنه. هر چقدری که به شما رأی دادن اون 25% شما از چقدر؟ اگه اونجوری حساب بکنن مال شما 1% هم نیست. نه خیر. اصلا این سطحی ترین حرف موقعی که هیچ استدلالی ندارید، هیچ منطقی ندارید، قدرت پاسخگویی نداری. خیلی معذرت میخوام من یاد یه چیز باید میافتم وقتی این حرف مثل شما میشنوم. یاد مثال میزنم، یاد ارزم به حضورتون که امر آس میافتم موقعی که امیرالمومنین، من نمیخوام من امیرالمومنین شما نه میخوام بگم این منطق اونه. این منطق موقعی که امیرالمومنین موقعی دیگه نمیتونست با امیرالمومنین بجنگه، کاری که کردیم چلوش در آورد. این کار شما شبیه اونه. هیچ جوابی نمیدونم. شما 4%. یعنی رأی شما